سلام، خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. من تو این ویدیو میخوام هر چی طرفم بلدم و بهتون یاد بدم تا شما هم اگر میخواین روی گوشی آیفونتون انجام بدین. اولیش اینه که من الان مثلا چطوری دارم روی اسکرین رکورد صدام هم میارم توی گوشی. بعد موقعی که میخواین اسکرین رکوردتون رو آن کنین قبلش بیاین اینجا نگه دارین اسکرین رکورد رو گزینه‌شو، بعدش این میکروفون رو آن کنین روی آف همشون، ولی شما اگر آن کنین اینطوری دیگه میتونین چیز کنین با صدا اسکرین رکورد داشته باشین. بعدش اینجا خیلیا میخوان که کیفیت دوربینشون بالا باشه، کافیه بیاین اینجا رکورد ویدیو رو بزنین، این گزینه رو روشن کنین، این دوتا گزینه آخری هم روشن کنین، این گزینه رو هم روشن کنین. بعدش بیاین اینجا آخرین گزینه‌ای که 4K و پال داره آخرش، اینم بذارین روی اون، اینطوری ویدیوتون با کیفیت میشه. حالا اسلو موشن ترجیحاً دستگاه نکنین چون FPSش میاد پایین، بعد بذارین رو 240 FPS چون FPSش میاد پایین، به خاطر همین اسلو موشنتون ضعیف‌تر میشه. من اسلو موشن رو دستکاری نکنین. حالا سینماتیکو بذارین روی 25 FPS 4K 25 FPS. باید حواستون باشه که حجم میگیره میذارین و 4K، خب اونم باید حواستون به اونم باشه. بعدش میاین قسمت چیز اینجا، بعدش مایکرو کنترل رو آن میکنین، بعدش نایت مود رو آن میکنین، این گزینه رو آن میکنین. حالا میاین پایین میرور فرمت کامرا رو هم آن میکنین، بعد میاین اینجا اینو خاموش میکنین، لنز کلینر هم روشن میکنین که الان روشن هستش. بعد میرسیم به قسمت باتری. خیلی باتری گوشیشون داغ میکنه، اصلا یه وضعیتی. کافیه بیایم قسمت باتری، البته این تو iOS 26 فقط هست. اینو بزنین آداپتیو پاور اند آداپتیو پاور رو نوتیفیکیشن رو روشن کنین. حالا بعدیش برای باتری میرین جنرال بک‌گراند اپ رفرش، اینم آف میکنین مثل من الان معمولا یا رو وای فای انسلورال دیتا یا رو وای فای. حالا اینم هستش ولی خب ترجیحاً بذارین روی آف. بعدش میرسیم به قسمت دوباره باتری میرین قسمت پرایوسی اند سکیوریتی، ترکینگ رو میزنین، گزینه اول رو خاموش میکنین، بعد گزینه وسط رو میزنین. حالا که اونو خاموش کردین میارین لوکیشن سرویس رو روشن میکنین، سیستم سرویس گزینه دوم رو خاموش میکنین، بعدش ستینگ نویزون هم خاموش میکنین. خب اینم که خاموش میکنین، بعدش میارین این 4 تا گزینه پایینم خاموش میکنین، اینم که خاموش هست دیگه نمیخواد خاموش کنین. بعدش میرسیم به قسمت وقتی میخواین زنگ بزنین صدا باتری هم یه دیگه هم هست. بیاین تو قسمت سیری یا اپل اینتلیجنس اند سیری، این 5 تا گزینه آخر رو خاموش کنین. بعد خیلی هم میخوام بدونن چجوری گوشیشون رو آپدیت کنن. خب نمیدونن گوشی آیفونشون رو. البته میان قسمت جنرال سافر آپدیت. الان اگر دقت کنین اینترنت هم روشن کنم، الان اگر دقت کنین وایسین چکینگ فور آپدیت رو بیاره. چکینگ فور آپدیت وایسین، حالا اینو آخر ویدیو بهتون میگم. ولی خب اینترنت متاسفانه ضعیفه که این نمیاره بالا. حالا بعد بریم قسمت ایدراپ، اینو خاموش کنید تا خیلی سریعتر ایدراپتون انجام بشه. بعدش میان
بعد وقتی مثلا دارین صدا چیز میکنین، وقتی یعنی دارین تلفن صحبت میکنین صدای محیط میخواین نه، خب کافیه برین تو اکسسیبیلیتی، بعد بیاین قسمت آدیو هم ویژوال، بعد بیاین قسمت یعنی بیاین پایینتر این وایس ایزولیشن رو روشن کنین. حالا وقتی یکی زدتون زنگ زد کنترل سنتر رو بکشین پایین، این بالا مثل این یه گزینه میاد، اینو که بزنین 4 تا گزینه میاد، شما بزنین رو سومی، اینطوری دیگه صدای محیط تو چیزتون نمیاد. حالا تو ویدیوتون هم میشه این کار کنین. بعد قسمت اکسسیبیلیتی رو انتخاب کنین، بیاین این قسمت اینجا بالاییشو بزنین، بعدش این گزینه رو هم روشن کنین، اوکی هم بزنین. بعدش میرسیم به قسمت صدای بعضی از گوشی ها ضعیفه. خب ولوم لیمیتد رو میزنین، این رو روشن میکنین، میزنین رو 90% یا 80%. بعدش هم چیز میکنین، بریم برای کدوم از ترفندهای دیگه ای که بلدم. آها، توی iOS 26 خیلی ها گوشیاشون بد کار میکنه، به خاطر همین ترجیح میدم iOS 26 رو آپدیت نکنن. خب این یه ترفندی داره که شکل شیشه‌ای iOS 26 کمتر باشه، به خاطر همینم خب هم باتری کمتر داغ میکنه، همین که سریعتر گوشیتون کار میکنه. بیاین تو قسمت اکسسیبیلیتی، دیسپلی اند تکست، بعدش میرید ردیوس ترانسپرنسی رو روشن کنید. حالا ردیوس ترانسپرنسی هم روشن کردین، مخصوصا برای سریای 11 و 12 خیلی این کار آمد داره. بعدش میرسیم به بخش این که کامera کنترلر بعد از آپدیت iOS 26 معمولا تاچش کار نمیکنه برای زوم. مثلا نگاه کنی الان هرچی دارم تاچ میکنم کار نمیکنه، نمیدونم چرا. این متاسفانه فکر کنم بعد برای قسمت کامera کنترل انتخاب کنی و این گزینه رو فکر کنم باید روشن کنی. فکر کنم البته ببینم میشه. آره الان زوم میشه. خب حالا زوم که شد، خب این که اوکیه. میریم قسمت چیزی که بهتون بگم، اینجا هم میتونید مثلا شکل عکساتون رو انتخاب کنید که چجوری بشه، ولی معمولا به نظر من بذارین استاندارد. خب آقا آپدیت رو بذاریم میاره، اینترنت نمیدونم چرا کار نمیکنه. میخوایم یه چیز دیگه هم حالا بگم، میخوایم ببینیم چند درصد از حجم گوشیتون استفاده شده. این گوشی الان 256 بعد 143 گیگش استفاده شده، پس 128 نمیتونستیم بگیریم، به خاطر همین باید اینجا رو نگاه کنیم. آقایون ببخشید ولی من یه چیز دیگه هم باید نشون بدم. میریم اینجا، اول مدل نامه‌ای که گوشیتون رو میخوایم بگیرین حتما M باشه، چون که اگر N یا F باشه یا گوشیتون یه چیزیش تعویض شده یا یه چیزیش تعمیر شده. بعد توی کنترل سنتر اگه خواستین چیزی رو اضافه کنین که فکر کنم بیشتری ها بدونن، میری اینجا اینو میزنی اضافه میکنی.
هرچی دیگه میخوای میزنی روش اضافه میشه. بعدش میایم قسمت این که مثلا از کجا شروع کنیم. میایم قسمت میگم اینجا نمیدونم چرا تو iOS 26 این اپه هم اینجا رو هم اینجا رو والپیپر iOS 26 نذاشته. حالا برای باتری بیاین اینجا allows on display و تو گوشی های 14 پرو، 14 پرو مکس، 15 پرو، 15 پرو مکس، 16 پرو، 16 پرو مکس، 17 پرو، 17 پرو مکس و 17 نرمالم این روشنه و ترجیحاً اینو خاموشش کنین که باتریتون بازم کمتر مصرف شه. این به خاطر اینه که وقتی گوشیتون رو خاموش میکنین چیز نشه، وقتی گوشیتون رو خاموش میکنین خاموش نمیشه، قشنگ خاموش نمیشه. کسایی که این آیفون هایی که گفتم و دارن متوجه میشن من چی دارم میگم. آره اینم هستش. بریم آقا چی دیگه بهتون یاد بدم. آها تو iOS 26 هم زنگ مثلا غریبه بهتون زنگ بزنه شمارش ناشناس باشه خب ریجکت میکنه. بعد برین قسمت اپس، به نظر میاد کلا به کار نمیاد. فون رو سرچ کنین، بعدش بیاین پایین اینو بزنین رو نور، این گزینه رو هم خاموش کنین. ببخشید اینطوری دیگه قطع نمیکنه تماساتون رو. بعدش نوتیفیکیشناتون رو اگر میخواین پایین باشه یا اگر میخواین بالا بیاد میتونین عوض کنین. خیلی ناراحت هم بخاطر اینکه اینطوریه. میتونین بزنین رو اینطوری، میتونین بزنین رو اینطوری. آره دیگه ببخشید نتونستیم چیزا یاد بدیم اون آپدیت ها. تو حالا ما پارت های اضافه هرچی ترفند داشتم و بهتون یاد دادم هم داریم. این پارت 2 3 4 5 هر چقدر پارت دلتون بخواد داریم. آقا این بعد وقتی از تو کنترل سنتر نمیدونم چرا مثلا الان وای فای رو روشن کردم، روشن میکنم وای فای رو، بعد میام اینجا از تو کنترل سنتر که خاموش میکنم وای فای رو، از اینجا خاموش نمیشه. ترجیحاً بیاین اینجا خاموش کنین. فقط صرفا کانکت نمیشه، یعنی خاموش نمیشه در اصل، فقط کانکت نمیشه. وقتی از اینجا کنترل سنتر چیز میکنین خاموش میکنین. بعد یه آپشنی هم هست، حالا بذار بهتون بگم کاربردش چیه تو کنترل سنتر. بعد وقتی میاین پایین ببخشید الان دیگه هوا سرد شده من این سرفه میکنم. میاین پایین میرسیم به قسمت ساوند. بعد این بالای سمت راستیه رو اینو اضافه کنین که موقعی که تو اینستاگرامین میخواین آهنگی چیز کنین، آهنگی رو اسمشو بفهمین، اینو بزنین بعد بذارین چیز کنه آهنگو بهتون میگه. حالا یه چیز دیگه هم هست، وقتی گوشیتون آب میره توی گوشی، مثلا گوشی میفته تو آب از اسپیکراش خارج میکنه. حالا باید ببینم که کجاست، الان بهتون میگم. چقدر گرمه. این بک‌گراند سان، اینو که اضافه کنید، حالا اینو بزنم من اگر گوشیم افتاده باشه تو آب از اسپیکراش خارج میکنه. حالا آب از اسپیکراش خارج میکنه دیگه.
بعدش اکشن باتن رو اینجا میتونید تنظیم کنید که رو چی باشه. مثلا میتونید بزنید کامرا کنترل که داره، برای چی کامرا الان بزنم رو کامرا، بزنم اکشن باتمون میره رو کامرا. ولی خب سایلنت به نظرم بهترین گزینه است برای چیز این. بعد آقا تو iOS 26 خیلی باگ داشت وقتی 26.01 نیومده بودا. اینو باید بهتون بگم که بعد وای میسادیم 26.01 بیاد بعد آپدیت. اگر شما میخواین به iOS 26 آپدیت کنین، اول 18.7 رو آپدیت کنین ببخشید، بعد بیاین رو iOS 26. اینجوری خیلی سریع‌تر چیز میشه. اینو همین گوشی که داریم میبینین و ما 12-13 ساعت وایسادیم تا بیاد رو 26. به خاطر همین میگم اگر برین اول 18 رو کامل کنین بعد بیاین رو 26 خیلی زودتر انجام میشه و اینا. بعدش امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. بعد از اینکه امیدوارم از ویدیو لذت برده باشین، تو پارت بعدی ترفندهای بیشتری هم بهتون یاد میدم. یه لحظه